آقا میدونستی فقط 5% کنکوریان که به اون چیزی که میخوام میرسن. اونا کارهای عجیب غریبی نمیکنن. اونا فقط یاد گرفتن از چه راه و چه مسیری باید پیش برن. 3 ویژگی مهم دارن این بچهای 5%. ویژگی اولشون اینه که به اهدافشون عمل میکنن. حرف خالی نمیزنن. یعنی به جای اینکه هر روز بگم ما میخوایم بریم پزشک بشیم، پزشکی بخونیم، قبول شیم، میان ذره ذره واسه اون پزشک شدن تلاش میکنن. ویژگی دومشون اینه که روی درسشون تمرکز دارن. 5%ها نه گوشی دارن، نه بازی میکنن، نه فیلم میبینن، نه با دوست و رفیقاشون بیرون. 5% اولویت 1 درسه. و اما ویژگی سوم که به نظر من تفاوت رو این میسازه و اونم استرسی که برای تو مانع، برای 5%ها مثل سوخت تو ماشین عمل میکنه. استرسی که برای تو باعث میشه تلاش تو کم بکنی، 5% تلاشش رو 2 برابر. در آخر موفقیت برای کسیه که متفاوت فکر کنه و متفاوت عمل کنه. انتخاب با تو رفیق. امید دیدار.